برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن شعر اجازت نیست. الله تعالی گفت که و ما ینبغی له، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم شعر گفتن جایز نیست. یک دو بیت، یگان بیت میگفتن انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، مانندی در جنگ حنین گفتن، یا در امارت مسجدشان صلوات الله و سلام علیه بعضی شعرهای صحابه ها را زمزمه کردن یا یک دو بیت خواندن، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم شاعر نبودن و شعر نمی گفتن. بنابراین وقتی بعضی آدم ها با شعر مراجعت میکرد، اصلا اسلوب سخنکنی این است که با شعر که مراجعه کرد باید با شعر جواب گردانی، و شعر که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت نبود، بعد شاعرشان حسان ابن ثابت میگفتن که عجیب عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و روح القدس معک، از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب گو و جبریل همراهی تو است.